دوره تربیت مترجم شفاهی واکه، دوره‌ای که برگزاریش از سال 99 شروع شد و الان 21مین دورش در حال ثبت نامه. یه دوره ترکیبی شامل 25 جلسه مجازی و 1 روز کارگاه حضوری. در بخش مجازی در قالب 3 ماژول با مهارت‌های ترجمه شفاهی آشنا میشید. این مهارت‌ها رو تمرین می‌کنید و تمریناتتون توسط من بررسی میشن. در ماژول اول مهارت‌های مقدماتی رو یاد می‌گیرید. این مهارت‌ها در قالب 2 بخش درک شنیداری و ارائه گفتاری به شما آموزش داده میشه. هم یاد می‌گیرید چطور شنیدار فعال داشته باشید و هم اینکه موقع بیان ترجمه چطور ارائه گفتاری داشته باشید. و در پایان این ماژول یاد می‌گیرید که چطور این درک شنیداری رو تبدیل به ارائه گفتاری کنید در قالب ترجمه پیاپی کوتاه. در ماژول دوم ترجمه پیاپی بلند رو یاد می‌گیرید. برای انجام درست ترجمه پیاپی بلند باید یادداشت برداری استاندارد و بلد باشید و بدونید که چطوری از روی یادداشت ترجمه رو ارائه بدید. هم یادداشت برداری و هم ارائه ترجمه از روی یادداشت قواعدی دارن که قراره توی این ماژول اونا رو یاد بگیرید. اما ماژول سوم پیچیده ترین نوع کار ترجمه شفاهی، یعنی ترجمه همزمان. توی ترجمه همزمان قرار نیست دنبال گوینده بدوید و هر چی که اون گفت هر جور که شد بیان بکنید. این مهارت پیچیده اجزایی داره که باید به اون اجزا خورد بشه، تک تک اون اجزا فرا گرفته بشه، تمرین بشه، روی هم سوار بشه و اونقدر این تمرین رو تکرار بکنید تا بتونید کار ترجمه همزمان رو با بالاترین لذت و کمترین فشار انجام بدید. بخش مجازی هر 3 بخش مربوط به مهارت ترجمه شفاهی رو پوشش میده، اما یه چیزی کم داره. اونم این که یاد بگیرید چطوری با دستگاه‌های ترجمه همزمان کار کنید. این که یاد بگیرید چطور توی کابین کار تیمی انجام بدید. و مهمتر از همه، همدیگر رو ببینید، شبکه سازی کنید و با همدیگه آشنا بشید. توی کارگاه 1 روزه به این هدف‌ها میرسیم. منتظر ثبت نامتون هستم.